الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز أهل توحید، بارك الله فيكم ووفقكم الله بكل خير بإذن الله سبحانه وتعالى. این حلقه ششم از آموزش علم عقیده هست، از آموزش ارکان ایمان است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه به شرح رکن اول ایمان که الایمان بالله سبحانه و تعالی هست می پردازیم. ما در این 5 حلقه گذشته به شما خیلی چیزهای مهم را بیان کردیم که هر یک شما باید گشته و برگشته این مسائل رو گوش بکنید و در 2 حلقه گذشته در باب ایمان صحبت کردیم، زیرا که الایمان بالله بگوید اولین کلمه ایمان است. ایمان آوردن به الله بگید اولین کلمه ایمان است که باید انسان بفهمد و ایمان رو نفهمیده، کلمه ایمان رو نفهمیده من ایمان آوردم به الله گفتن هم خیلی مسئله نازک است و خیلی خطرناک است. انسان باید ایمان رو بفهمد که چگونه به الله ایمان میارد. ایمان آوردن به الله گویی فکر کنی که فقط زبانی است، خطا است، فقط قلبی است، خطا است، بلکه زبان است و قلب است و جسم است که و این رو میگن بارک الله فیکم اقرار و تصدیق. اقرار و تصدیق کردن الله به زبان و به قول قلب و به عمل قلب و به عمل جسم. حضرت جبرائیل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه و سلم رو سوال کردند که یا رسول الله اخبرنی عن الایمان، ای رسول الله مرا خبر بده از ایمان. ایمان چی است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند الایمان، ایمان این است که ان تؤمن بالله، ایمان آوری به الله، ایمان آوری تعالی. پس ایمان آوردن به الله یعنی ایمان گفتیم الاقرار و تصدیق، اقرار بکنی و تصدیق بکنی. به کجایت؟ به زبانت، به اعتقاد قلبت، به عمل قلبت و عمل جسمت. الایمان بالله یعنی اقرار نمودم، تصدیق نمودم الله سبحانه و تعالی را به زبانم و به قول قلبم، به عمل قلبم و به عمل جسمم. هرگز فراموش نکنید که ایمان بعد از خبر به وجود میاد. اگر شما در بالای این موضوع در باره الله خبری نداشته باشید، جاهل در بالای الله باشید، جاهل در موضوع شناخت الله باشید، شما ایمان آورده نمیتوانید. برای همین الجهل بالله کفر قبل الرسالة و بعد الرساله. علما گفتن، سلف صالح به اجماع که جاهل ماندن در الله شناسی، جاهل بودن در شناخت الله سبحانه و تعالی کفر است، پیش از رسیدن حجت و بعد از رسیدن حجت، در همه حالت. زیرا ایمان در اساس علم به وجود میاد. یک خبری رو فهمیدی، یک چیز رو فهمیدی، انا همون فهمیده ات رو، آموخته ات رو تصدیق میکنی، قبول میکنی، یعنی اقرار میکنی، قبول میکنی و تصدیق میکنی، یقین میکنی و بعد از این عمل میکنی به طلبات انا همون چیز. کسی که الله رو نمیشناسد، معرفت الله ندارد، در یگانه بودن الله، در توحید الله
در اسما و صفاتی که اینم از توحید اسما و صفات الله، از الله کاملا بیخبر است، اما میگه الحمدلله من مسلمانم. از الله، شناخت الله جاهل است، میگه که الحمدلله قلب من پاک است من مسلمانم. این پاک بودن قلب نیست، این خباثت قلب است. وقتی که جاهل در شناخت الله است، این قلبی خبیث است. قلبی که جاهل مانده از در شناخت الله، این بدترین قلب است. این قلب رو پاک گفتن نمیشه. برای جاهلانی که امروز خود رو میگن الحمدلله قلب من پاک است، قلب پاک باشد شد منم مسلمانم، به اینها باید فهمانده شود که قلب شما افلاس‌ترین قلب است، زیرا که شناخت الله، معرفت الله در این قلب وجود ندارد. در شناخت الله شما هرگز خبری که الله به شما در قرآن از خودش داده، علمی که الله در بالای این موضوع معرفت الله و رسولش در باب شناخت الله صحبت کرده، شما خبر ندارید. کسی که علم ندارد در باب شناخت الله، کسی که معرفت الله، شناخت الله را ندارد، نه از قرآن نه از سنت هیچ معلومات در باب الله شناسی معرفت الله ندارد، و چگونه ایمان میارد؟ زیرا که منهج همین است، ایمان در بالای علم به وجود میاد. خبر به تو آمد که الله یگانه است، انا همین رو اقرار کردی، تصدیق کردی، عمل کردی به این، یعنی عبادت رو تنها به الله، توکل رو تنها به الله، ترس تنها به الله، دعا رو تنها از الله کردی، عمل کردی به این. خبر از توحید ربوبیت الله آمد، یعنی آموختی، قبول کردی، تصدیق کردی، عمل کردی. در توحید حکم آموختی، خبردار شدی، عمل کردی، تصدیق کردی، اقرار و تصدیق و عمل کردی. اما وقتی که جاهل باشی، لا اله الا الله را معناش رو فهمیدی، بعد از این اقرار و تصدیق کردی و عمل کردی. اگر معنای لا اله الا الله رو نفهمی، چگونه تصدیق میکنی؟ چگونه اقرار میکنی؟ چی رو اقرار میکنی؟ تو نمیدونی. آیا اقرار کردن چیزی که مجهول است، اقرار کردن چیزی که وجود ندارد، آیا ممکن است؟ یک جاهل وقتی که لا اله الا الله رو معناش رو نفهمید، در نزد او یک چیزی که باید عمل کرده شود، فهمیده و دانسته شود، وجود ندارد. معنای لا اله الا الله در نزد او وجود ندارد، یعنی نمیداند. وقتی که ندانست معنای لا اله الا الله رو ندانست، یعنی معنای لا اله الا الله وجود ندارد. پس اقرار هم به معنای لا اله الا الله ندارد، تصدیق هم ندارد. برای همین است که علما گفتند الجهل بالله، الجهل بکلمه التوحید، الجهل بالتوحید کفر بذاته. جاهل ماندن در شناخت الله، جاهل ماندن در معنای لا اله الا الله، جاهل ماندن در توحید به ذاتش کفر است. برادرم و خوارزم، به ذاتش کفر است. شیخ ابن القیم الجوزی در طریق الهجرتین میگن ان لم یکن کافرا معاندا فهو کافر جاهل. اگر این انسان کافر معاند نباشد، این انسان کافر جاهل است. سبب کفرش جهل است. جهل به الله کفر است، الله نشناختنش کفر است. بار دیگر میگم سببش چی است؟ چگونه کفر است؟ خوب دقت بده. ایمان در اساس علم به وجود میاد، در اساس معرفه به وجود میاد. وقتی که درباره جنت هرگز نشنیدی، نشناختی، علم نداری، آیا جنت رو اقرار و تصدیق کردن ممکن است؟ نشنیدی، کلمه رو اصلا نشنیدی، معنای جنت رو نمیدونی، هرگز اقرار و تصدیق کردن نمیتونی. چیزی رو که نمیدونی، نشنیدی، نمیفهمید، اقرار و تصدیق کردن نمیتونی. اقرار و تصدیق و ایمان به الله در اساس علم در شناخت الله به وجود میاد. برای همین به هر یک مسلمان فرض عین است و اصل دین است و ریشه دین است و پایه دین است و پیداوار دین است و اساس دین است که بدون این دینت به وجود نمیاد. این شناخت الله است، معرفت الله است. الله نشناختی، مسلمان نیستی.
الله بشناس که مسلمان شوی. برای همین ببینید علما چی گفتند؟ گفتند ایمان آوردن به الله فقط به گفتن این که من ایمان آوردم به الله مسئله به پایان نمیرسد. فقط همین ایمان آوردم به الله گویی مسئله پایان نمیشه. یعنی اقرار کردم الله را، تصدیق کردم الله را، گویی تو مسلمان نیستی. تو حالا به الله ایمان آورده ای. تو باید عمیق و دقیق به یک چند چیز دانسته فهمیده ایمان یعنی اقرار و تصدیق بکنی. معنای ایمان بالله اقرار و تصدیق کردن الله است و همین ایمان بالله اقرار و تصدیق کردن الله 4 چیز رو در بر میگیرد. اگر همین 4 چیز رو آموختی، فهمیدی و به همین 4 چیز ایمان آوردی، بعد از این مسلمان میشوی. اما ایمان آوردن به الله بگویی این 4 چیز رو نفهمیدی، جاهل ماندی، تو حالا ایمان به الله نداری. و این در اساس قرآن و سنت و اجماع سلف است که کسی که الله را نشناخت، یکی از این 4 چیز را نشناخت، الله را نشناخت. کسی که الله را نشناخت ایمان آوردن به الله گفتنش ناممکن است، زیرا که ایمان در اساس علم است. ایمان در اساس جهل، به یک چیز جاهل باشد ایمان آوردن ناممکن است. برای همین ما میگیم به جنت ایمان آوردیم و بسیار چیزهایی که در جنت هست حالا ما ندیدیم، لیکن ما میگیم ندیدیم لیکن ایمان آوردیم که در جنت بسیار چیزهایی هست که ما تصور کرده نمیتونیم. یعنی عمومی ایمان آوردیم، عمومی در بسیار چیزهایش. اولین چیزی که در ایمان آوردن به الله باید تو بفهمی و بدانی، این اولین چیز که سبب پیدایش ایمان به الله میشد، الایمان بوجود الله سبحانه و تعالی. ایمان آوردن به وجود داشتن الله سبحانه و تعالی. الله وجود دارد یا ندارد؟ اگر ما این سوال رو کنیم بعضی برادران بگن که این سوال شاید سوال احمقانه هست. بله، در نزد مسلمان وقتی که در نزد یک موحد وقتی که میگویی که الله وجود دارد من ایمان دارم، این موحد میگه این وجود داشتن الله حاجت به گفتن و به ذکر کردن این یک چیزی که از مسلمات است، یعنی چیزی که هیچ کس این کار کرده نمیتواند که الله وجود دارد. برای من ایمان آوردن به وجود الله گفتن اینقدر لازم نیست. بعضی ها میگویند اما این غلط است، این خطا است. ایمان آوردن به وجود الله که حقیقتا وجود دارد و از مخلوقاتش جدا هست، این یکی از ضرورترین مسائل است. امروز به نام مسلمان های هستند که برادران و خواهران موحدم خوب دقت بدید که میگویند که الله وجود دارد، اما به حقیقت وجود داشتن الله از مخلوقاتش جدا، الله به ذاتش خودش وجود داشتنش الهیده جدا از مخلوقاتش رو قبول ندارند و اینها هم خودشون مسلمان میگن. مثال عادی اشعری و ماتریدی ما در آینده با ذکر میکنیم در باب اسماء و صفات. اشعری ماتریدی چگونه به وجود الله ایمان آورده است، رافضه چگونه به وجود الله ایمان آورده است، اهل کلام از فرقه های باطل از جهمی ها چگونه به وجود الله ایمان آورده است. وجود الله گفته اینها چی را میفهمند؟ ما اهل سنت و الجماعه و فرقه جهمی ها از جهم ابن صفوان و اشعری و ماتریدی و این چنین معطله ها بالعموم، همه معطله ها رافضه و معتزله و غیره، کسایی که صفات الله انکار میکنند، ایمان آوردن اونها به وجود الله دیگر است. ایمان اهل سنت در وجود به وجود بگیم وجود داشتن الله دیگر است. ما ایمان اهل سنت ما چی است؟ ما میگیم الله یکتا و تنها وجود دارد، حقیقتا به ذاتش از مخلوقاتش الله جدا است.
الله در بالای آسمان ها که آسمان 7 طبقه است، اولین آسمانی که ما نظر میکنیم این یکم آسمان است. در بالای این آسمان 7 آسمان دیگر، بین هر یک آسمان 500 سالینه راه است. خیلی که از عبدالله بن مسعود روایت است رضی الله عنه. بین كل طبقة من السماء 500، من السماء الدنيا الى السماء الثانية، من الثانية الى الثالثة. بین هر یک آسمان 500 سالینه راه به اسب، کمی زودتر اگر راه رود. بعد از این کرسی است. کرسی موضع قدم الله است، جای پایماندن الله است کرسی. بعد از این آب است و بعد از این عرش است. الله در بالای عرش، از عرش هم بالا. سلف صالح گفتن بائن عن خلقه، الله جدا است از مخلوقاتش، یعنی حقیقتا جدا از مخلوقات الله وجود دارد. این فهم اهل سنت و جماعت است. الله فرزندی کسی نیست، از کسی زاییده نشده و الله سبحانه و تعالی کسی رو نزایید. این یعنی وجود دارد. انکنون الله ازلی بود و ابدی هست، الاول و الاخر. در اول و آخر الله کسی که فکر میکرد گمراه میشد، برای که اول و آخر است الله سبحانه و تعالی. الله بود، هیچ چیزی نبود و همه چیزها را باقی مانده را الله خلق کرد. اولین چیزی که الله خلق کرد چی است؟ بعضی ها آب میگن و بعضی ها عرش میگن و بالاخره اولین چیز رو الله سبحانه و تعالی از آب باقی مانده و من الماء كل شيء حی گفته ذکر میکنه. بالاخره یکی از اولین ها این چنین عرش است و بعد از این عرش آب، بعد قلم و غیره. یعنی الله همه باقی مانده چیز رو خلق کرد. الله وجود دارد حقیقتا. اما اشعری و ماتریدی و رافضه و تمام فرقه های جهمی را معطله، کسایی که صفات الله انکار میکنند، کسایی که الله در بالا بودنش انکار میکنند، دست و پای و چشم الله انکار میکنند، اونها اعتقادشون در بالای وجود داشتن الله ببین که چی است. میگن که الله وجود دارد، الله سبحانه و تعالی وجود دارد، نه حقیقتا به ذاتش که ما میگوییم که در بالای آسمان است. نه، اینا میگن که نه حقیقتا به ذاتش در بالای آسمان، یعنی الله وجود دارد نه در بالای آسمان، نه در بالا، نه در راست، نه در چپ، نه در پیش، نه در پشت، نه در پایان. 6 جهت رو انکار میکنند. یعنی میگن که الله وجود دارد، ليس في الفوق ولا في التحت ولا على اليمين ولا على الشمال ولا على الامام ولا على الوراء. در یگان جهت نیست و الله در بالای عرش هم نیست. و الله سبحانه و تعالی میگن جدا از مخلوقاتش هم نیست. یعنی الله جدا نیست، میگه الله همراهی مخلوقاتش است میگه. و بالاخره میگویی که الله وجود دارد، میگه بله. در کجا میبینی که وجود داشتن الله در نزد جهمی ها وجود داشتن ذهنی هست، نه حقیقی، و این کفر است و این وحدت الوجود یا حلولی و اتحاد است. در همه حالت کفر اکبر است، انکار الله سبحانه و تعالی. حالا ایمان به وجود الله نآورده است. کسایی که خودش رو مسلمان میگوید، دعوای عالمی و مسلمانی میکند، اما الله را وجود دارد میگوید، نه در اینجا نه در آنجا، نه همه جهت رو انکار، در بالا بودن الله رو انکار، جدا بودن الله از مخلوقاتش رو انکار، صحبت کردن الله رو انکار. سبحان الله، اینقدر صفات ها رو انکار میکند که وجود الله را به زیر سؤال در نزدش میبرد. وجود الله در نزد اشعری، ماتریدی، رافضه، جهمی، معطله ها وجود ذهنی است، یعنی وجود فکری. الله در فکرشان وجود دارد اما خارج از فکر حقیقتا وجود ندارد میگن. برای همین دیدن الله انکار میکنند، همه صفات الله انکار میکنند. اعوذ بالله من ذلک، این کفر است. برای همین هر کسی که میگه که من به الله ایمان دارم باید به وجود الله، وجود داشتن الله اقرار کند، تصدیق کند که الله یک و یگانه، حقیقتا جدا از خلقش، الهیده از این مخلوقاتش، بیرون از این خلقش، در بالای عرش، بالای بالا، به صفت‌هایی که لایق و شایسته زیبنده خودش هست.
وجود دارد. انمین اولین رکن ایمان به الله یا که شرط صحت ایمان به الله است. اگر همین چیز به ایمان حقیقی نآوردی، به وجود الله ایمان درست صحیح نآوردی، تو مسلمان نیستی. من ایمان به الله بله وجود دارد الله بگوی، لیکن چگونه وجود داشتن الله حقیقتا اقرار نکردی، ایمان صحیح نیست. برادرم و خواهر عزیزم، برای همین ما رد میزنیم و جواب میگوییم و به شما این مسئله رو گشته و مرگشته میفهمیم که الله حقیقتا وجود دارد، جدا از مخلوقاتش و غیر است. آیا دلیل لازم است برای اینکه الله وجود دارد؟ بله دلیل لازم است، اگرچه برای یگان مسلمان پوشیده نیست. همه مسلمان ها ایمان دارند که الله وجود دارد، از مخلوقاتش جدا، حقیقتا به ذاتش در جهت بالا، در بالای عرش وجود دارد بین خلقی. اما برای باز یقین شدن این مسئله، برای اینکه باز مسئله واضح تر شود، با به شما میگیم که از همه دلیل سختترین، واضحترین، صریحترین، قطعیترین دلیلی میگن الادلتو، دلیل های صریح، قطعی، صریح، واضح در وجود داشتن الله است. از این دیده دیگر مسائل ببینید، اولین مسئله که وجود الله است، دلیل به این مسئله قوی ترین دلیل است. هم دلیل فطرت است، دلیل میثاق است و فطرت است و بعد از این عقل است و شرع است و حس است. از همه جانب وجود الله سبحانه و تعالی ثابت است. یکمین چیزی که انسان باید ایمان بیارد، دومین چیزی که باید ایمان بیارد بعد از این وجود الله، به توحید ربوبیت الله، یگانگی الله در ربوبیت. بعد از این به توحید الوهیت، یگانگی الله در الوهیت، عبادت شدنش. چهارمینش یگانگی الله سبحانه و تعالی در اسما و صفات. و ما حالت امروزه امت رو نظر میکنیم و میگوییم که این چنین یگانگی الله در حکم، در تحکیم، اینم از توحید ربوبیت است. لیکن از سبب اینکه اهل بدعت به مانند جهمی های زمانه، مدخلی های این طاغوت پرست ها، توحید حکم رو به تمام گویا که از درون یگان توحید نیست گرفتند، یا که فقط این مسئله عادی گفتند و شرک رو در این باب شرک اصغر گفتند. برای این ما علاوه ذکر میکنیم که حتما باید برای ایمان آوردن به الله به توحید حکم ایمان بیاری. توحید حکم ایمان آورد تو مسلمان نیستی. ولی پس در مجموع به 4 یا به 5 چیز وقتی که ایمان آوردی، بعد از این ایمانت به الله کامل می شود، ایمانت به الله به وجود میاد. یکمین چیز ایمان به وجودی الله، دومین چیز ایمان به توحید ربوبیت، سومین چیز ایمان به توحید الوهیت، چهارمین چیز ایمان به توحید اسما و صفات. و یک چیز رو ما از درون توحید ربوبیت علاوه باز به سبب مهم بودن و بسیار مسلمان ها فراموش کردن ذکر میکنیم، ایمان به توحید حکمیت، توحید حکم. وقتی که ایمان به همه این چیز 4 یا 5 چیز آوردی، بعد از این ایمانت به الله به وجود آمد. اما کسی که چهله گفتیم ایمان به الله آورد، وجودی حقیقی الله نیست بلکه ذهنی است، خود مسلمان است. ایمان به ربوبیت الله آوردن میگد، لیکن ضرر یا کسلی یا مریضی رو از غیر الله میداند، از جن و این و آن، یا که شفا رو از غیر الله میداند، شفا رو از غیر الله فکر میکرد که شفا در غیر الله هم هست. اعوذ بالله، این حالا مسلمان نیست در توحید ربوبیت. یا که غیر الله رو طلب میکند، از بغیر الله عبادت میکند، ذبح و نذر و دعا و غیره، که اینم شرک است. استغاثه میکند غیر الله رو، قبر پرست است. یا حکم به حکم غیر الله میکند، یا که الله رو به مخلوقاتش مانند میکند، یا که صفات الله را انکار میکند. این چنین انسان ها حالا به الله ایمان نآوردند، آمنت بالله شون حالا درست نیست، ایمان آوردن به الله گفتنشون قبول نیست، قبول نیست در نزد شریعت، در نزد مسلمان ها، در نزد قرآن و سنت و در نزد الله و رسول. آمنت بالله، ایمان آوردن به الله گفت، لیکن قبول نیست. شرط وجود دارد، شرط
اسلوبیه، شرط صحت. اگر این شرط به وجود آوردی بعد از این ایمان صحیح میشه. همین 4-5 چیز فراموش نکنید که ذکر کردیم. اکنون هر یک همین مسئله را ما به شما مختصرا شرح میدیم، دلیل هاش ذکر میدیم. توحید ها را ما برای چی توحید رو گشته و برگشته تعلیم میدیم؟ توحید ربوبیت، الوهیت، توحید خاص، حلقه های خاصی خیلی زیاد داریم. در آموزش لا اله الا الله 100 حلقه، در آموزش توحید از همه قسمهایش 190 حلقه، 89 حلقه. برای چی؟ برای که اگر توحید فهمیدی، آموختی، عمل کردی، بعد ایمان به وجود میاد. نه آموختی، نه فهمیدی، عمل نکردی، ایمان وجود نداره. اقرار بار دیگر میگیم، چیزی که نمیدانی، نشنیدی، نه آموختی، نه فهمیدی، تو چگونه اقرار میکنی؟ چگونه قبول میکنی؟ چگونه تصدیق میکنی؟ چیزی که ولی نمیفهمی، ایمان نداری. اکنون دلیل ها رو ذکر میکنیم در وجود داشتن الله سبحانه و تعالی، که الله وجود دارد. دلیل های فطرت، دلیل های عقل، دلیل های شرع، دلیل های حس. اولین دلیل ها که به شما ذکر میکنیم دلیل ها از فطرت است. فطره گفته فتره نه، فتره یک زمانی که بین در هر یک زمانی جاهلیت بین دو پیامبران یا یک منطقه که از این فنون شده فتره میگن. اما فطره این انا همون اسلامی که در قلب انسان الله سبحانه و تعالی در حالت تولد شدن به هر یک کودک مائل به حق، شناخت الله، دوستداری الله، محبت الله را در قلب انسان کودک هم جا میکرد. انا این رو میگن فطره. فتره وقت من الزمن، فتره من الزمن. باید ما بدونیم که این یک رحمت الله هست که هر یک مخلوق را الله سبحانه و تعالی به فطرت خلق کرده است. یعنی در قلبش جا کرده است که ایمان به خالقش، به سازنده بگویم یا به خلق کننده اش، به آفریننده اش دارد. نه آموخت، فکر نکرد، اندیشه نکرد، هیچ چیز بدون اندیشه، بدون فکر، بدون آموختن در درون قلب ما در کودکی، وقتی که تولد شدی در قلبت الله انا همین ایمان را به خالقت داد. و این ایمان فقط به انسان نیست، انا همین فطرت فقط حقی انسان نیست، حقی انسان، حیوان ها به الله سبحانه و تعالی ایمان دارد. یگان حیوانی هست که الله را نشناسد، یعنی به این معنا که یعنی خالقش الله هست. همه حیوان ها خالقش الله بودن میداند. به الله همه حیوان ها به الله تسبیح میگوید. چخیلی که آیت قرآن به این دلیل میگه ولکن لا تفقهون تسبیح میگه. ولی که شما مردم انسان ها انا همون تسبیح کردن این موجودات و بگویم مخلوقاتی که غیر انسان است و غیر جن است شما نمیفهمید. لیکن همه حیوان ها، همه اطعام سبزوات به الله سبحانه و تعالی ذکر میکند و تسبیح میگد. و این اولین دلیل برای وجود الله هست که هر انسان در قلبش وجود الله قبول دارد. حتی اتئیست، حتی ملحد در یک کنج قلبش انکار کرده نمیتواند. قلبش شب و روز به او مبارزه میبرد که خالق وجود دارد. در حدیثی اومده است که پیامبر صلی الله علیه و آله میگن، خیلی که امام بخاری روایت کرده اند که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند ما من مولود الا یولد علی الفطره، علی الفطره او فطره فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. یگان تولد شده در اسلام نیست مگر این که تولد می شود در فطرت. فطرت یعنی با شناخت الله، یعنی مائل به فهمیدن الله سبحانه و تعالی. میداند که خالقش این انسان ها نیست، همه تولد شده در حالت کودکی و غیره، میداند که خالقش الله هست. اما پدر و مادرش به مرور زمان همین کودکی که قلبش الله به مائل بود، خالقش الله بودن میدانست،
آهسته آهسته پدر و مادر به مرور زمان تعلیم داده گمراهش میکنن، یا یهودی یا نصرانی یا مجوسی میکنن. اگر این انسان تعلیم ندهید، راست گذارید، اینقدر تعلیم زیاد هم ندهید، فقط یهودی نصرانی مجوسی مشرک شدن نمانید و آزاد کمی در اساس عقل بمانید، چیزهای باطل نرسانید، خود به خود این الله یگانه بودنش میفهمد. الله یگانه بودنش، بگیم الله وجود داشتنش مسئله فطری هست، قلبی هست. من تو نگفته هر یک انسان میداند. بارک الله فیکم. برای همین امروز کسایی که در وجود داشتن الله از جهمی ها، اشعری، ماتریدی، رافضه و غیره، اینها سبحان الله وجود حقیقی الله انکار میکن، اینها به فطرت مخالفت میکن. علمای سو در تاجیکستان، الله هست نه در بالا، الله هست نه در راست، نه در چپ، نه در پایان، نه در پیش، نه در پشت. اینها به فطرت انسانیت، به همه انسانیت مبارزه گو که ضدیت میکنن. برای این مردم عادی هم این چیز گمراه بودنش میفهمند. دلیل یکم یعنی شما فهمیدید، بارک الله فیکم، دلیل فطرتا الله همه را در اساس همین معلومات فطری خلق کرده است. دلیل دوم به وجود الله، این دلالت عقل است. عقل دلالت میکرد که الله وجود دارد. یعنی چی؟ همه این مخلوقاتی که شما میبینید، زمین و آسمان و این فلک، بخصوص امروز به واسطه اینترنت، به واسطه سپوتنیک ها، به واسطه این تکنولوژی که پیش رفته است، زمین و آسمان چقدر دور میزند و این و آن و با دیگر عجایبات این عالم وقتی که میبینید که در یک بالای هوایی که بدون ستون است و دور میزند، آیا این دلالت به یک وجود داشتن یک خالق نمیکند؟ دو خالق نه، یک خالق. برای که اگر دو خالق باشد، حتما در این دنیا دو خالق به همدیگریش جنگ میکند و مفسده یا یک فساد بزرگ به وجود میاد. برای همین الله در قرآن میگه اگر میگه دو اله وجود داشته باشد، خیلی فساد بزرگ به وجود میاد. لفسده، حتما فساد به وجود میاد. برای این زمین و آسمان دلالت میکند که این مخلوقات دلالت میکند که خالق وجود دارد، سازنده وجود دارد و این الله هست و این یکتا هست، یکتا خودش است. زیرا که یگان چیز عقلاً باید فهمیم که یگان چیز خود به خود به وجود نمیاد. برای این اتئیستایی که امروز هستند، اتئیستا، ملحدا، این خوبسا لعنت الله علیهم، میگویند که انمین زمین و آسمان، انسان، تمام حیوان ها و غیره خود به خود به وجود آمده است. اینا الله خلق نکرده است. زیرا که ملحدین، اتئیست ها انکار میکنند وجود داشتنی یک اله را، سازنده، خالق را، مالک را. میگن که خالق وجود ندارد. میگن ما به طبیعت ایمان آورده. میگن لیکن در مناظره وقتی که میروید میگوید که پس زمین و آسمان از کجا به وجود آمد؟ ملحدین میگن که از ترکیش به وجود آمد. یعنی الله خلق نکرد، میگن یک ترکیش سخت شد و بعد از این ترکیش سخت یک چند زمین و آسمان و این چیزا و درخت و انسان و این چیزا به وجود آمد. میگن یک ترکیش شد، همه چیز به وجود آمد. میگن میمون به وجود آمد، بعد از این میمون آهسته آهسته انسان شد. لیکن به این جهلا که از خنزیر هم جاهل هستند، این خوبسا خالقشون نمیفهمند، لیکن نامشون با انسان میگند. به این خنزیر، از خنزیر پست ها، از حیوان پست ها، از چرها پست ها، از چروا پست ها، به این اخزهم الله بگویی که ترکیش کی به وجود آورد؟ نمیدونم. میگن برادر عزیزم، وقتی که ملحد به شما میگه که خالق وجود ندارد، این همه از ترکیش به وجود آمد، گفته باوریناک خیلی وایمه کرده صحبت میکند، شما در بحث مناظره به او نترسید، بلکه به او یک سوال میتید: ترکیش کی به وجود آورد؟ ترکیش چخل به وجود آمد؟
اگر در اساس منهج خودش ما زمین و آسمان خلقش نو سؤال عقلی بدهیم، در اساس عقل هم او شکست میخورد. عقلی ملحد ناکامل است، ناکامل بودنش از صدها جهت معلوم است، خالقش ناکامل است و دینش هم در اساس عقلش باطل می شود. ترکیش کی به وجود آورد؟ ترکیش در اساس چی به وجود آورد؟ میگن که حالا علما این مسئله را تحقیق نکردن و ما نمیدانیم. نامعقول کردی تو با جاهل هستی، در اساس عقل درموند. دینی که عقیده که مخالف عقل است در اساس عقل در میموند، این باطل است. حالا ما به قرآن و سنت نرفته، در اساس عقل باطل شد. بارک الله فیکم. برای من دین ملحدین، دین مشرکین، همه دین مشرکین، همه نمود شرک و کفر از الحاد سر کرده تا دیگر و دیگرش مخالف عقل است. برای من شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله یک کتاب نوشتند، نام کتابشون درء التعارض بین العقل و النقل. بعض از علما عدم التعارض بین العقل و النقل میگن، درء التعارض بین العقل و النقل میگن، یعنی ضدیت وجود نداشتن ضدیت در بین عقل صحیح و قرآنی و نقل صریح و صحیح. فهمیدید؟ وقتی که دلیل شما از قرآن است یا سنت صحیح است، دلیل داشته باشید، هرگز این دلیل به عقل صحیح، به عقل سالم، نقل صحیح به عقل سالم ضدیت نمیکند. عقل سالم هم به نقل صحیح ضدیت نمیکند. عقل سالم هرگز ضد قرآن و سنت نمیبرد، قرآن و سنت هرگز ضد عقل سالم نمیبرد. دین موافق عقل سالم است. کسایی که دین را قبول نکردن، نفهمیدن، عقلشان سالم نیست، عقل سالم ندارند، اینها بی عقلانند، جهلاند. برای من الله سبحانه و تعالی اینها را گفت که از حیوان پسترند. کسایی که وجود الله به ایمان آوردند، اینها از حیوان پسترند. اینهم کل انعام بل هم اضل. اینها به مانند حیوان ها چارپای هستند، بلکه گمراهتر از چارپا هستند. برای که چارپا ایمان دارد به وجود الله، اما اتئیست ملحد ایمان ندارد. یا اشعری یا ماتریدی معطله ایمان به حقیقت وجود الله ندارد سبحانه و تعالی. عقلا هم دین اینها باطل است، فطرتا هم عقلا هم. ما چه خیلی گفتیم فطرتا هم الله در بالا است، وجود دارد، فطرت کتی. برای من هر کسی که الله در بالا بودنش انکار میکند، وقتی که دعا میکند بالا به دستش میبردارد، بالا به قلبش به بالا میرود. فطرتا الله در بالا بودنش، وجود داشتنش و در بالا وجود داشتنش و از مخلوقات جدا بودنش فطرتی است. وجود داشتنش و در بالا عرش و از مخلوقات جدا بودنش و این چنین عقلی است. ملحدین دینشون خراب است، ملحد کافر است، توبه نکرده وفات کرد، ابد خالدا مخلدا ابدا دائما جهنمی و در پسترین جای جهنم است. اما افسوس است که امروز انا همین خوبسای ملحدین گویا انسانهای به عقل حساب میشوند، به عقل ترین انسانها به عقل حساب میشوند. بارک الله فیکم. پس یگان چیز خود به خود به وجود آمدنش ناممکن است. هر یک چیز دلالت به چی میکند؟ به صاحبش میکند و هیچ چیز خود به خود به وجود نمیاد. و یک روایت است از ابو حنیفه، روایت ضعیف است یا صحیح است والله اعلم. ملحدین وقتی که به نزد ابو حنیفه آمدند، به ابو حنیفه بحث و مناظره کردند، ابو حنیفه به رافضه ها بحث میکردند، به ملحدین بحث میکردند. ملحدین گفتند که این زمین و آسمان یعنی سازنده ندارد. ابو حنیفه گفتند که پیش از مناظره یک سوال به شما میگویم. سوال این است که اینجا کشتی هست، سفینه کشتی هست، بارها موادها خودش به کشتی بار می شود، کشتی خودش بیراننده بی نگهبان حرکت می کند و باز به اون ساحل می رود و همچنین. آیا همین ممکن است؟ ملحدین گفتند که ناممکن است که یک کشتی خود به خود حرکت کند، بارها را کشاند، از این ساحل به وی ساحل رود بدون اداره کننده، بدون انسان. این ناممکن است. گفتند عقلا ملحدین انکار کردند که یک کشتی، یک ماشین، یک اتوبوس سبحان الله بدون اداره کننده
امروز ببینید با اگر چه شفیار راننده نداشته باشد اینترنت هست، به واسطه اینترنت برنامه ریزی میشود. پس بارک الله فیکم این زمین و آسمان هم این همه حرکت هایی که دارد، این همه تغییراتی که دارد، شب و روزی که دارد، بدون خالق این ناممکن است و عقلا دلالت میکرد که الله سبحانه و تعالی چی است وجود دارد. پس این همه چیزها خودش رو به وجود نآورد. چیزی که نبود، چیزی نبوده خودش رو به وجود آورده نمیتواند. یک، تصادفی هم پیدا نشد، به ترکیش هم پیدا نشد. به ترکیش پیدا شد گفتن هم این باطل است، بلکه الله سبحانه و تعالی خلق کرد. چه که الله در قرآن میگه زمین و آسمان ها را الله در مدت 6 ایام، در مدت 6 روز خلق کرد. ثم استوى على العرش، و بعد از این به بالای عرش بالا شد. این رب العالمین است که همه این چیزها را خلق کرد. الله سبحانه و تعالی دلیل عقلی را در قرآن بسیار استفاده برده است. ببینید دلیل ها، برهان ها، الادله و البراهین عقلی را که قطعی هست در سوره تور الله سبحانه و تعالی میگه ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. آیا خلق کرده شدند، خلق شدند از غیر یگان چیز، یا که اینها خودشون خالقان هستند، خلق کنندگان هستند. یعنی الله در اینجا سؤال عقلی به مشرکین و ملحدین داده شده است. کسایی که خالق بودن الله، وجود داشتن الله انکار میکنند، الله به آنها سؤال میدهد که آیا از یک چیزی نبود خود به خود آیا پیدا شد، یا که خودش را خلق کرد؟ آیا صدفه یک باره از چیزی نبوده پیدا شد، یا که خودش رو خلق کرد؟ نه این است و نه آن. نه خود به خود پیدا شد، نه بیهوده صدفتاً پیدا شد، و نه خودش خلق کرد، بلکه رب العالمین خلق کرد. یعنی الله در اینجا گفته است که شما بدون خالق به وجود نآمدید، شما را خالق که رب العالمین است، الله هست خلق کرد. شما خودتون نفسهای خودتون رو خلق نکردید، بلکه خالق شما الله تبارک و تعالی است. بارک الله فیکم. در اینجا روایت رو علما میبرن که وقتی که جبیر ابن مطعم رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم همین آیت سوره تور را شنید، وقتی که حالا مشرک بود، حالا مسلمان نشده بود، که پیامبر تلاوت میکردند همین آیات ها رو، آیات هایی که آیات های عقلی هست، دلالت عقلی. در قرآن الله دلالت های عقلی را ذکر کرده است، خطاب به عقل کرده است. ببینید الله میگه ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسیطرون. آیا خلق شدند از هیچ چیز، یعنی صدفه خلق شدند، یا خودشون نفسهایشون رو خودشون خلق کردند؟ آیا اینها زمین و آسمان را خلق کردند؟ بلکه اینها لا یوقنون، یعنی یقین ندارند. وقتی که این آیات ها رو پیامبر تلاوت میکردند، این سوال به عقل بود، سوال به عقل بود. جبیر ابن مطعم حالا در اون روز مشرک بود، میگوید که کاد قلبی ایطیر. بعد از اینکه این آیات ها رو شنیدم که الله مردم میگه که آیا صدفه خلق شدید، خود به خود پیدا شدید، یا خودتون رو خلق کردید، چه خیل پیدا شدید، بلکه شما الله خلق کرد. میگوید مشرک میگوید بعد از شنیدن این آیت قلبم نزدیک بود که پرواز کند، و انمین اولین نقطه بود که در قلب من ایمان به وجود آمد. میگد چه خیلی که امام بخاری این روایت رو کردند. الله اکبر. پس از همین فهمیده میشد که برادری عزیزم، عقلا هم فهمیده میشد که الله سبحانه و تعالی وجود دارد. با همین این حلقه رو به پایان میرسونیم و دلیل های ما حالا به وجود الله، به وجود داشتن الله، دلیل فطرت رو و عقل رو گرفتیم. اما در حلقه آینده دلیل شرعی رو و دلیل حسی رو ذکر میکنیم، باز برای اینکه الله سبحانه و تعالی وجود دارد، و مختصرا در همه دلیل در آخر یک بار تو ذکر میکنیم.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.